شناخت پدیده سکولاریسم بخش 12. نمونه‌های طغیان و سرکشی کلیسا. طغیان سیاسی کلیسا. زمینه دیگری که کلیسا به طغیان و سرکشی روی آورد میادین و زمینه‌های سیاسی بود. این موضوع طبیعی است که علما و اهل دین تسلط سیاسی بر امتی که با آنها معتقد هستند داشته باشند، بلکه حتی نمیتوان تصور کرد که افرادی که مؤمن و متدین به شریعت الهی و برپایی آن هستند تأثیر و نقشی در امور کشور و سیاست آن نداشته باشند. اما آنچه که هرگز صحیح و درست نخواهد بود آن است که مردان دین تبدیل به طاغوت‌ها و سیاستمداران تحریفگری بشوند که شریعت الهی را دور بیندازند و آن را چیزی حساب نکنند و به جای آن شهوت افسار گسیخته در جهت سلطه بر دیگران و رغبت بیپایان در زمینه استبداد را جایگزین کنند. پادشاهان اروپا از دخالت‌های کلیسا در همه امور به خصوص امور سیاسی به تنگ آمده بودند. آنها هیچ دلیل و علتی برای این دخالت نمی‌یافتند. حتی از نگاه پادشاهان اروپا مردان کلیسا و معتقد به دین هیچ برتری بر آنها نداشتند مگر همان قداستی که ادعای آن را داشتند. پادشاهان اروپایی تلاش‌های بیشماری کردند تا خود را از زیر سلطه کلیسا نجات دهند، اما هیچگاه در این کار موفق نشدند. بزرگترین پادشاهی که با سلطه و حاکمیت کلیسا به نبرد برخاست و تا زمان مدیدی به آن مقاومت کرد فریدریش دوم بود. علت اصلی این صلابت و تأثیر فرهنگ و اندیشه اسلامی در شخصیت وی بود. او به خوبی عربی حرف می‌زد و از تمدن اسلامی متأثر بود، به گونه‌ای که کلیسا او را متهم به اسلام آوردن کرده بود و او را زندیق بزرگ نامگذاری کرده بود. لیکن نویسندگان امروزی وی را اعجوبه جهان و بعضی نیز او را اولین نوگرایان دانستند. این نوع طغیان سیاسی کلیسا بر ممالک اروپایی و پادشاهان آن سرزمین‌ها فضا را برای گسترش سکولاریسم و جدایی دین از سیاست روز به روز بازتر می‌کرد.